سلام و درود. امیدوارم حالتون خوب باشه، همه چی رو به راه. یه چند وقتیه که چنل 2000 تایی شده و من دوست داشتم که بیام ازتون تشکر بکنم بابت همراهیتون، بابت این حس قشنگی که منو مهمونش کردین. خیلی حس جالبی داره برام که بدونم مهمان لحظات شما هستم. و یه چیزی که عجیبه در مورد چنل یوتیوب اینه که انگار که من با چند هزار نفر آدم در ارتباطم. شاید ندیدم، خیلی بریم همشون رو عملا ندیدم، ولی این حس نزدیکی که دارم تو کامنت ها، تو ارتباطی که گرفتم و این محبتی که شما دارید برای من خیلی جذاب و شیرینه. Thank you. حالا به این بهانه گفتم که بیام این خبر رو هم بدم که ما یه تغییر استراتژیک داشتیم و اونم اینه که قرار عباس، این چنل اسمش عباس پادکست بود، تبدیل شد به عباس کست. بیشتر متمرکز میشه روی مسائل حرفه‌ای شخصی و کاری به واسطه حالا شغل من و کار تخصصی که میکنم. دوست داشتم که بیام این تجربیاتم رو در این دوتا عرصه با شما به اشتراک بذارم و کمک بکنم که شما هم اگر دوست داشتید نکاتی که بیرون هست و در مورد زندگی حرفه‌ای من معمولا میرم تست میکنم ببینم واقعا جواب میده یا نه، هم تو عرصه شخصی هم تو عرصه مدیریتی و بیزینسی. نکاتیش که به ذهنم میرسه حتما سعی میکنم که با شما به اشتراک بذارم و حالا بد یا خوب هر چیزی بیرون هست و سعی میکنم که بیام بگم، نقدام میگم گاهن، ولی امیدوارم که براتون مفید باشه. یه تغییر دیگه هم داشتیم، اونم اینه که یک چنل جدیدی رو من راه اندازی کردم به اسم خرد جمعی که تمامی بحث‌های سیستم‌های جمعی و به نوعی این برهم کنش انسان و سیستم‌های جمعی رو منتقل کردم اون اونجا. اگه اثر بیزینس رو می‌خوایم توی سیاست و اجتماع ببینیم، اگر می‌خوایم ببینیم که این تصمیم گیری های اجتماعی چجوری انجام میشه و چقدر سخته، و حالا یه سری اخباری بود که من معمولا در مورد آمریکا، در مورد بیزینسش، در مورد سیاستش، در مورد اجتماعش اونا رو کاور میکردم، همه رو منتقل کردم توی اون چنل که به نوعی مقداری منظم باشیم. بنابراین عباسکست متمرکز میمونه روی همین بحث‌های حرفه‌ای تر شدن در عرصه فردی و شغلی، و خرد جمعی میشه اون علاقه شخصی من که توی اوقات فراغتم بررسیش میکنم که میشه برهم کنش انسان و سیستم ها. اون پروژه شخصی منه. اگر دوست داشتید میتونید تو کانال خرد جمعی اون موضوعات رو هم دنبال بکنید. خلاصه که دمتون گرم بابت این همراهیتون. این 2000 تایی شدن خیلی حس خوبی داشت. حالا تارگت بعدی رو میذاریم برای 3000 تایی شدن و کنار هم هستیم، میریم که سعی بکنیم یه زندگی روشن باحال خفن حرفه‌ای بسازیم. خلاصه که زندگی باید روشن‌تر از این حرفا باشه. دوست با هم میسازیمش.